این تمرین گراوندینگ یا زمینگیری برای کمک به ایجاد تعادل و آوردن آگاهی ما به زمان حال طراحی شده است. این تمرین به ما کمک میکند تا از حواس پنجگانه خود استفاده کرده بالای ذهنمان تمرکز کنیم و احساس آرامش داشته باشیم. بیایید شروع کنیم. با نگاه کردن به اطرافتان چه چیزها را می توانید ببینید؟ 5 چیز را نام ببرید که می توانید ببینید. به احساسات فیزیکی بدن خود توجه کنید. ممکن است تماس لباس با پوستتان یا وزش باد آرام از میان موهایتان. 4 چیز را نام ببرید که می توانید حس کنید. به اطراف خود توجه کنید. 3 چیز را نام ببرید که می توانید بشنوید. یک نفس آرام و عمیق بکشید. 2 چیز را نام ببرید که می توانید بوی آن را احساس کنید. آیا چیزی هست که بتوانید بچشید؟ آن چی است؟ دوباره خوش آمدید. حالا که از لحظه حال خود آگاه تر شده ایم، چه احساس دارید؟ آیا مایل هستید تمرین را دوباره تکرار کنید؟ هر زمانی که خواستید این ویدیو را مجدداً پخش کنید.